سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیوی سوم چنل رویال سیتی. آقا قراره تو این ویدیو و این پست 10 تا از بهترین دکای کلش رویال با هم بررسی کنیم که این پارت یکیشه و اولیشه. آقا بریم که داشته باشیم. لیتس گو. خب آقا دست استارت میکنیم بچه‌ها. من رفتم برای تست دک کلش اینا مودش رو ریختم تا هم اِوولوشناش باشه، چون شاید مثلا بعضی اِوولوشناشو داشته باشن، شاید بعضی نداشته باشن. کلا اینجوری گفتم شاید بهتر باشه. حتما نظرتون رو برام بنویسید. خب آقا بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، اینو خب باید مویی جمع کنید. کلا دفاعی آنچنانی نداره و بیشتر کارتون روی حمله است. واقعا حملهشو هیچکی نمیتونه جا خالی بده. واقعا حمله قوی داره آقا. بله اینفرنو داره، یعنی قشنگ ضد منه بچه‌ها. می‌بینید قشنگ ضد منه. آره اینجا بچه‌ها فیشرمن واقعا برای دفاع به درد میخوره. اصلا به عنوان حمله ازش استفاده نکنید مگر برای دفاع حمله. یعنی فیشرمن فرستادید دفاع کرده زنده مونده، میاد میگید چی؟ یه حمله مثلا جلوش همون جاینتر میگیره. خب بچه‌ها این ترکیب یه جوریه که جاینت در واقع اصلشه و یه ریج هم میزنید روش. حالا ریج میتونید دیرتر بزنید، چون بتس شاید بفرسته یا هر چیز دیگه ای. الان نگاه کنید این واقعا ترکیب سختیه دیگه، خودتون دارید میبینید. به راحتی میشه جمعش کرد. یعنی اگه بتونی نگاه کنم، الان اینجا فیشرمن برای دفاع فرستاده بودم ولی اینجوری جمعش کرد. میبینی تموم شد. 3 تا شات زد تا اون موقع. و اینجا برای من مثلا مگانایت میره، اینو یه هانتر تمامش گرفت. اینم یه ارو میزنم به خاطر چیزش. اینم 3 تا گارد تموم شد، دفاع شد. میبینید بچه واقعا اگه بتونید باید بازی کنید بهترین ترکیبتون میتونه بشه. میتونید تا لیگ 10 یا شاید هم بالاتر برید. بچه من چون لولشو ندارم نمیرم. خب بیا مگانایت ایوا اصلا فرق برای این نمیکنه که این میزنه همه رو. اینجا هم یه ارو میریم دمیج نخوریم. یه جاینتو دیگه تمام. بله تمام. میریم برای دست بعد. بچه من کلا فکر کنم براتون 3 دست گرفتم که داشته باشین. ترکیبم آخر ویدیو بهتون میگم. بعد این پارت یکه دیگه، یعنی 10 تا قراره اینجوری بهتون معرفی کنم. حالا اینو دوست داشتید میتونستید بقیه هم امتحان کنید. شامل خوشتون اومد. اینم ترکیبش ریزه بچه‌ها. خب یعنی رومو خاص می‌بینید چی میگم بهتون، چنان اسنوبال داره. میگم اسنوبال داره چیز داره، اسنو ویزارد داره. ما اینجا یه رفتم این بچه فیشرمنو بعد دفاع به حمله کنید. اینجا هم چون فایربالشو گند زد، حالا مگانایت هستن رفت. میبینید من اینجا باید جمع کنم اینو. واقعا گارد نجات کارت. بچه و یه چیز خوبه دیگه هم داره آقا، تا این بخواد اینو جمع بکنه خب شما واقعا راحت میتونید اینو بزنید. یعنی قشنگ براتون راحته دیگه. تمام قشنگ اکسیر میاد دستتون. اونقدری زمان داری تا دوباره اکسیر بیاد. یارو مثلا مگانایت میره میگه خب این که الان مثلا یه فیشرمن فرسته به این 10 تا اکسیر داده دیگه، چیزی نداره. و یا میبینی چی مثلا 7 تا اکسیر داشتم اونجا. آره اینجوریه ترکیب. بعد این میاد چیز کنه، بازم اینجا نتم بد بود. بعد این به قول معروف میاد فایربال کنه، یعنی کلا بندازه رو فایربال دفاع کنه که واقعا اشتباه میکنه. چون من حملم ضعیف‌تره نسبتا، چون بچه این واقعا حمله یه چیزی نداره و من ارو رو به خاطر همین گذاشتم، چون بعضی فایر کرکر برمیدارم. بعد حالا زیاد نمیشه جمعش کرد دیگه، فایر کرکر برای همین ارو گذاشتم. بعد دیگه بچه‌ها این ترکیبو خب یا باید تسلا ایو بذارید یا فکر کنم آقا به نظر من اگه هانتر رو بذارید دفاعتون رو اصلا بهترم میکنه.
خب از تسلا ایوو بهتره. ولی خب تو این نسخه‌ای که من ریختم هانتر ایوو نداشتم براتون تست کنم، ولی تو ویدیوهای بعد ایشالله براتون تست میکنیم. دیگه اینجا شل کرد و دیگه گفته ولکن بچه واقعا قویه ترکیب و مطمئنم اگه بخواید با این ترکیب درست پلی بدید از لیگ 10 چی اصلا تو لیگ 20 میری. کی به کیه اون میریم لیگ 20. ترکیب بچه واقعا قویه. اینا دست دوم یارو کلا اصلا با فایربال من دمیجه، این اگه بتونید خوب دفاع کنید تمام، هیچ جوری نمیتونه بزنتتون. اینم یه سکیب. خب دست بعدی اینم از این دست. 2 تا دست رفتیم، یه تسلا گرمه. خب بچه ها اینجا مثلا 2 تایی میاد. خب ولی تسلا جلوی پرنس خیلی برتری داره، یعنی حتی با اون ضربه‌ای هم که میره 2 شات میشه. من همینجا گفتم کی به کیه، دراگون میری ما هم یه جاینت میریم، یه ریج هم میزنیم حالا روش دمیجشو بدیم. بچه میبینی الان قشنگ برامون 4 ثانیه زمان چیز کرد و فکر کنم همون نزدیکای 4 تا چیز دارم. این هم از این 4 تا اکسیر بیشتر 5 تا اکسیر داشتم جمعش کردم که اون تقریبا 8 تا اکسیر بوده. آره اینجا هم دوباره آرامش قبل طوفان رو داریم. بچه ها یه چیزی هم بگم، این بار عمو فرهاد نیست ما باش ویدیو بگیریم، رفته خونش. چه اینجا رو انقدر نت من بد بود با دیلی سگ میفرستاد کارتا رو، واقعا نمیتونستم کاریش کنم. من گفتم یه اونور یه اتک میرم که اتک رو جمع کرد. بچه فیشرمن رو باید پشت بفرستید که اگه چیزی گنده‌ای فرستاد این از اون بکشتش عقب. این چی میگم بچه، گارد واقعا به درد همین کار میخوره، چون ارتش اسکلت که بذاری مثلا با چیز میمیره، هم با ریج میمیره. و اگه من اونجا ارتش اسکلت میرفتم راحت من میزادار هم ارتش اسکلت نذاشتم و میدونم که یه هانتر. حالا فکر کنید این ایوو باشه، چون لومبرلون هم براتون جمع میکنم. یه سورپرایز هم که داریم براتون اینه که جزو این 10 تا ترکیب این جزو بهترین ترکیباش نیست، ولی به این فکر کنید دیگه اونو چه خفنه. خب دیگه اینجا آقا کنید الان فیشرمن می‌بینیم اینو جمع کنم. من تسلا ایوو داشتم گفتم تسلا ایوو بذارم. این فیشرمن اونو کشید عقب دیگه، فکر یارو بربر نخبه داره، اصلا باید ضد من باشه، بخواد نخواد زد. این چقدر دیلی دارم بچه، 1 ثانیه کارت 2 ثانیه کارتامو دیر میندازه. اینقدر ما چیزی. اینجا هم یه اشتباه کردم که بربر نقطه رفت سر چیز تاور، یه دمیج خیلی بدی خوردیم، ولی خب بنتون نباشه چپتون هم نیسته، ولی یه ریج این اصلا 3 ثانیه 4 ثانیه اصلا این چیز داره بعدی. بچه ها اینم ترکیب رویالمونه، امیدوارم لذت برده باشید. بزنید جمع کنید دیگه، رسما با این باید جمع کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا